حیوان یک توی که جایی که نجاست میبره برای انسان کمک کنه. گروه بگوره که سیگر که فایده تو نمینه و خواهی بقرم زنها میگه ریسوانی شیرون قبخانی بگیم شیطان زنها این روی سبحان الله اینم قشنگشون جو بسه. دوستان عزیز حجامه کردن میخواهین و نمیدونین که در کجا حجامه کنین. شهر مسکو و سن پترزبورگ و یکاترینبورگ و همچنان مترو لوبلینا رقم ها در روی اکران میتوانید که مراجعت کنین. برادرها در خدمت هستند. واقعی در امان الله. السلام علیکم. و همچنان نگفتنمونه که کسانی که گرینسک گذاشتن میخواهند و همچنان میتونن که به همین رقم ها مراجعت کنن. برادرها در خدمت هستند میتونن که گرینسشون ببرن. واقعی در امان الله. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله نگهبانتون باشه. تفضل بزوکه چون هر وقت در کانال صلاح حجامه راستش بسیاری ها زنگ میزدن پیش بگیم شاید چند تا پیش در زنگا بودن که آیا در سبیل مونده گرد یعنی خطاب بفهمین در فرج یعنی در جای زنانه گرد شما دعا میخوانین دیگه و دیگه و دیگه هم خیلی بسیاری ها بودن میخوام میکنن که یا مذاق میکنن یا اینکه یعنی در اصل همه چیزه یعنی به یک قوله که گرگا جینا را میبینن جینا را میخرن و اکثریت جادوگرا برای بچه‌ها یاش میگن بخورین که اگر گرمی تون کنیم همون دختر نقصتون بیبنه چون کنین همون فرجی یعنی گرگا بیاریم اونجا زمانه گرگا یعنی نسل گرگا کم شوند با همون خاطر یعنی این روز همون روز شد که اوجه علاقه شرم حیاشون پریدن همون گرگا همونجا شب بگیم گرفتن آوردن و این کارخانه ما را تا اینکه ما یعنی نعوذ بالله جادوگری کنیم. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی اولش که هدایت هم بده. اگر که الله محبت در دل همون زن هر کسی که باشه اگر تا اینکه جا نکنه این گروه بگوره که سیگر که فایده تو نمینه و خواهی بقرم که میبخشنده برای که بسیاری وقت هم خیلی میکنن بر پدر هم دخترم نعلت بطعمی گرگ مخی ناشگیر هم دختر اگه نخوا برای یک دختر برای یک گفت که با گوشت حرام برین گفتی ابو حیاتنا بسزونین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه النساء حبائل الشیطان زنها میگه ریسوان شیطان قبخانی بگیم شیطان زنها الا زنهای صالحه و زنهای صالحه من ترانه میگم تکشتا و هم بدگیش شکر بگو الحمدلله بگو یعنی این روز روش پیشن کنی این همون چیزا ما نشون میدیم که ای الله بترسین ناشکری همون زنک یک پرابلم پیدا شه والله همون زنی که بگیم در برت هم میبره میره خدا نخواسته که یک اینولی چه خدا نخواسته پود بشکنن دستت بشکنن و خدا نخواسته که دو شفقتش هم خوابه نگه سبحان الله میبره میره این ناشکری هم زنان خب برای زنان گفت که با گورتونه بسوزونه دو سخن دیگه مقصد خوش کن در سخنهای حضرت که برادران عزیز نخواه که سبحان الله در این عصر گفت چه خیلی که شما قوری میگه ما تو این قدر فکر میکردیم که ما را مقصد که حزب کیسان شوخ کرده ایسان یا یگان تهمت یا دیگر کردنیان در بالامون ولیکن امروز با همه جرا گرفتن آوردن همه چیزا که شما همه را دعا بکنید تا که کار ما خوب شود یا فلان دختر برای ما جواب شود نزدیک شود یا مثلا در جامعه ما دیگر چیزها را از خود کنیم. سبحان الله عقل شما در کجا است انسان های مسلمان ها نخو که فرج حیوان یک توی که جایی که نجاست میبره برای انسان کمک کنه یک جایی که نجاست میبره. سبحان الله اگر کمک هم میتونست هم صاحب خچه اگه چی کمک میکرد. سبحان نخواه که برای شما این قدر مقصد وقت این قدر عالم ها برای شما رو میگه با همین چیز حرام همه شما قولی بیچاره هر روز میگه از الله بترسی از الله بترسی با الله دعا کنی از الله بخواهی و جز الله کسی شما رو فایده و ضرر نمیتونه رسونده. اوزال حیوان سبحان الله وقتی یک قهر لرزم گرفته است دیوات هم تعجیم زده است هم قهرم کرده است این که بونه که دروغ میگه. سبحان الله عشان قوي بقى رستش میشونش نه تا نبینن شو این راست همه گفتن آوردن این روی سبحان الله اینم قشنگشون جو بسه لو پری پاشمایا اوه بریدگیشن سبحان الله سبحان الله بوی روی سبحان الله از الله بترسه. سبحان الله الله که حی القیوم است الله که در دعاهای شما جاوگو است حیوان و انسان گفتی که اگر انسان هم باشه ای دیگر مخلوقات هم باشه یگان زنده به شما فایده رسوندن نمیتونه مگر که با همه فایده میرسونن. سبحان الله الله فقط شما را
توی چی که تغییر میتیادی و الله عزوجل شما رو کمک میکند سبحان الله. نخو که انسان اینقدر عقلش بخوره که با چیز حیوان بیاید سر بسر شو از همین خوشبختی خود چه او توی چی که مول و ملک شبینه. این برادرها برای چی مادر میدونی؟ میگه که در همین دعا بخونده کار بار ما خوب شود. میگه که 14 سالش فرزند نیافتم همین را دعا کنم و فرزند بیایم. نخو که حیوان اوزار همین حیوان مثلا به همون فرزند بتاو. سبحان الله. اگه چه بر درش کنیم نوشیده شد. خلاصی گپ دوستان و برادران عزیز، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه امرأة صالحه خیر من الدنیا و ما فیها، یعنی زنی پاکدامن از دنیا و هر آن چیزی که در دنیا است از او بهتره. یعنی برای که زنی صالحه پیدا کنین از الله سبحانه و تعالی طلب کنین. الله میگه ادعونی استجیب لکم، طلب دعا کنین ما اجابتش میکنم. الله میگه مادامی که الله در قرآن میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، میگه ما با شما از رای گردن قریب هستم، هر چی که میخوان از من طلب کنین ما اجابتش میکنم. و هم خاطر از الله سبحانه و تعالی طلب کنین، از این جن شیاطین، از گرگ، از گفت گپا خبرستان، از گفت گپا مرده ها و یگان چی فایده نمیارن. پیش از مرده ها طلب میکنن این با نعوذ بالله حیوانات سر کردن. الله بترسن الله سبحانه و تعالی طلب کنین. خدا یابونتون به خاطر زن شیده. الله میگه والذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. الله میگه شما را هلاک نکنه از عبادت الله، ملک و مال شما و فرزندهای شما. به خاطر زن فرزند شده نماز نمیخونین، در کار برو شب روز خودمون عذاب میتین، خدای نخواسته اواری میکنی اینوالید میشه. یک برادرم خیلی شید رفتیم خونش اینوالید شده، زن فرزنداش گرفتگی برفته شو دیگه کرده نعوذ بالله. حالا اینکه بعضیاشون شوهاشون زنده هم در برشون شو میکنن، حالا حیفینی گفت که پای بیمورا ایون ولیدا و هم خاطر الله طلب کن فرزند زنهای صالحه، زنی صالحه والله که اگر باشه کو از همه چیز بهتره. اما این زنهایی که سبحان الله هازی که هستن به واسطه سحر و جادو به برش میورین، این سحر و جادو روز از روزا باطل میشه، همون زن عبارت میبره میره. همون خاطر جن شیاطین همون که با سبب همون سحر و جادو آوردیش همونها در بدن خودت میدونن. در حالت ها بسیار شدیدن. الله نگهبانتون باشه. باقی در امان الله. یگان گپی دغل گفته باشم از همتون معذرت. بخشش ایجاد. سلام علیکم.